چند وقت پیش اومدن به ترامپ لقب کوروش دادن که حالا به نظر من خیلی چیز غیر منطقیه که تو بیای رئیس جمهوری کشور 300 ساله رو بیای با یه آدم بزرگی مثل کوروش بزرگ اصلا مقایسه کنیم. حالا بگذاریم چرا هر کی یهودیان رو نجات میده بهش لقب کوروش میدن. باید برگردیم به سال 539 قبل از میلاد مسیح، وقتی که پادشاه بابل به مدت 50 سال یهودی‌ها رو به اسارت گرفته و اونا رو اذیت میکرد. اون موقع کوروش به بابل حمله میکنه و بدون هیچ خون ریزی وارد شهر میشه و میره پادشاه بابل از بین میبره و به یهودیان رو آزاد میکنه. میگه شما برگردین به سرزمین های خودتون و شخصا هم دستور میده که معبد اورشلیم رو بازسازی کنن، به یهودیان طلا و نقره بدن که برن سرزمین هاشون و معبد هاشون و بازارهاشون رو بسازن. به خاطر همینه که داخل کتاب مقدس یهودیان 23 بار از کوروش بزرگ نام برده شده. اگر شما ایرانی باشید عاشق تاریخ ایران میشید، پس برای ما یه دکمه لایکی بزن